آقای رجایی میتونید در مورد مزایای زندگی و مهاجرت به کشور فنلاند به ما اطلاعاتی بدید؟ بله، یکی از مزایای زندگی در کشور فنلاند اینه که شما دسترسی راحت‌تری به مراقبت‌های پزشکی دارید. برخلاف بعضی از کشورها شما برای مراقبت‌های اضطراری هزینه بالایی پرداخت نمی‌کنید. دومین مزیت زندگی در کشور فنلاند این هست که سیستم آموزشی رایگان هست و حدود 99% مردم فنلاند باسواد هستند. بیشتر افرادی که در فنلاند کار میکنن درآمد بالایی دارن. طبق گزارشی که انجام شده متوسط درآمد هر فرد فنلاندی حدود $5500 هست و نرخ بیکاری به 7% کاهش پیدا کرده. نرخ جرم جنایت در این کشور بسیار پایین هست و در تمام ساعات شبانه روز میتوان تردد کرد. کودکان میتونن به راحتی در خیابان‌ها قدم بزنن و حتی میتوان بدون قفل کردن خونه ها اون رو ترک کرد. با دارا بودن اقامت فنلاند شما به راحتی میتونین در این کشور کار بکنین و همچنین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشغول به کار بشید.